دوستان عزیز بیاید ببینیم که در این هفته کدام خبرهای ورزشی نو و تازه ما را انتظار است. پس متوجه باشید و با دقت گوش بدهید. غالبیت سفری ناپولی در دور دوم لیگ اروپا. در دایره بازی‌های دور دوم مرحله گروهی لیگ اروپا در گروه F باشگاه ناپولی ایتالیا در سفر تیم ریال سوسیداد را با حساب 1-0 شکست داد. گل یگانه واخوری را در دقیقه 55 حمله‌گر ماتئو پولیتانو به ثمر رسانید. در بازی دیگر گروهی مذکور ازالکمر نیدرلندیا ریک خرواتیا را با حساب 4-1 مغلوب نمود. دسته هلندی به مقام اول گروه برآمد. اینک از فوتبال تاجیکستان سخن میکنیم. منتخب کشور به بازی‌های دوستانه آماده میشود. تیم منتخب تاجیکستان سنه 29 اکتبر در شهر دوشنبه جمع آمده با واخوری‌های رفیقانه با دسته‌های یکچین بحرین و امارات متحده عرب آمادگی‌اش را آغاز نمود. در واخوری‌های مذکور سرمربی تیم ملی عثمان توش 26 بازیگر از جمله 3 دروازه‌بان، 8 دفاعگر، 10 نیم محافظتگر و 5 حمله‌گر را دعوت نموده است. تمرین‌های تیم منتخب کشور در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه تا 3 نوامبر ادامه میکند. بعدا صبح 4 نوامبر هیئت منتخب کشور برای انجام دادن بازی‌های دوستانه بر ضد ملی‌پوشان بحرین 7 نوامبر و امارات متحده عرب 12 نوامبر به شهر دبی سفر میکنند. رسما بارسلونا پرزیدنت موقتیش را اعلان کرد. چطوری که به همگان معلوم است ژوزه بارتومئو از کرسی پرزیدنتی باشگاه بارسلونا به استعفا رفت. حالا تا انتخابات دستور موقتا کارلس توسکس رهبری خواهد کرد. اینک از ورزش UFC سخن میکنیم. فرگوسون میگوید حبیب برمیگردد. رزماوری آمریکایی UFC تونی فرگوسون پیشنهاد کرد که حبیب نورمگامدوف که پس از پیروزی با جاستین گیجی به میدان برمیگردد. او میگوید ما چطوری که با رفتن کونور مکگرگور غمگین شدیم با رفتن حبیب نیز غمگین میشویم. او برمیگردد. من باشم با این آماده ام. اقتباس می‌آورد TMS از سخن‌های تونی. یادآور می‌شویم که حبیب 32 ساله در آخرین رزم خویش نماینده آمریکا جاستین گیجی را با اصول باقی کردن مغلوب نموده بود. پس از 29 رقابت با برار حبیب در این جاده راه خود را به آخر رسانید. اینک باز از فوتبال سخن میکنیم. بهترین فوتبال بازی هفته لیگ چمپیون ها رو معلوم میکنیم. UEFA در سامانه رسمیش اسم نامزدان را برای عنوان بهترین فوتبال بازی هفته در لیگ چمپیون ها اعلان کرد. در این رویخط فوتبال بازان مذکور شامل شدند: ژائو فلیکس اتلتیکو، دوان ساپاتا اتلانتا، مویز کین پاریس سن ژرمن و مارکوس رشفورد منچستر یونایتد. یادآور میشیم که بهترین فوتبال باز تاریخ آوازدهی مخلصان معلوم کرده می شود. باز هم از فوتبال بازی تاجیک سخن میکنیم. نورالدین دورونو با ارزش $100,000 شرطنامه نو بست. نورالدین دورونو فوتبال بازی تاجیک به دسته بورنئو اندونزیا قراردادش را تمدید کرد. طبق این شرطنامه او تا سال 2022 در این هیئت باقی میماند. با گفته بازیگر تاجیک برای بستن شرطنامه 2 ساله او زیاده از $100,000 به دست خواهد آورد. دسته بورنئو شامل لیگ یکم اندونزیا بوده. امسال در 3 بازی 2 غلبه و 1 باخت دارد. در همه واخوری‌ها دورونو در هیئت اساسی به میدان برآمده است. حالا با سبب پیشگیری از بیماری دنیاگیری کووید 19 ادامه چمپیونات اندونزیا در ماه دکبر از سر گرفته می شود. نورالدین دورونو پیشتر در دسته انرژتیک، استقلال، دوناو، مادورا یونایتد، عمان هنرنمایی کرده است.